سال نو داریم یه وقت بیاره، بریم تا تو بیابون که دیر میره. یه وقت بریم تا اخلمت، ما تو با ماشالو آقا سمت. ما دیدم بچه شیطونای چغال، مزدن چغال کاره روی دیفال. با پلخمون مزدن کفتراره، نمو خوردن مدادن شاب شغال. تو طبیعت تمیز یه آشغال نریز، چای آن نخ بریز جان ما کخ نریز. بعد از سست چرخار بان میکنیم، توی ترقبه دلار شاد میکنیم. ترقبه قشنگ ما با حال میریم، پندری عجاش داریم شمال میریم اونجا 4 تا دیزی میزنیم، بعدشم مثل یه خیبات میکنیم. ما یاره مشتیام بچه تو هشتیام، آوازه دشتیام چه که برگشتیام. هو یرگه هو یرگه خوابی مگه هو یرگه خوابی مگه هو یرگه خوابی مگه هو یرگه خوابی مگه. گوشات مثل خرگوش کن، انبار فراموش کن، گندم مخری صدمن یک فکری بره موش کن. او یره به مو گوش کن، گوشات مثل خرگوش کن، انبار فراموش کن، گندم مخری صدمن یک فکری بره موش با تشکر از آقای صادقی که ما این ریتم شعر از ایشون ایده گرفتیم. به نام خداوند جان و خرد. بینندگان عزیز، ما خودمون کهنه مشهدی هستیم، به اصطلاح بچه نوقون هستیم. نوقون از فلکه طبرسی نزدیک حرمه، از قدیمی ترین محلات، حدود بیش از 1200 سال عمر این محله است و هنوزم جالبه که در مشهد این محله سرپا مونده و سالم مونده و شهرداری اینها سعی کردن بافتش حفظ بکنن به عنوان یک محله بسیار قدیمی. ما خودمون بچه همین نوقون هستیم و طبیعتاً وقتی شما از نوقون میرید به سمت دریادل، سمت چپ شما یک محله بسیار قدیمی و بسیار پرخاطره است که متاسفانه بیشتر بافتش الان تخریب شده به اسم تپل محله یا تهپل محله. ولی خب ما با رفقامون همیشه اصطلاحی داشتیم، اینو تغییرش داده بودیم و توپل محله بهش میگفتیم. حالا این توپل محله یک سری عروسک از اونجا پیدا شدن که یکی از اون عروسک‌ها اینجاست که ما به شما معرفی میکنیم. اسم شما چی بود گفتید؟ ما مشغولم. مشغول. به چه توپل محله؟ بعد مشغول یعنی اسم اصلی چیه؟ ما اسمم قولیه ولی چون تو مشهد زندگی میکنم مشغول. چون اول اسم غول بوده ولی چون تو مشهد زندگی میکنی تو تپل محله
اسمت شده مشغول. گفتن مشغول دلیلش چیه؟ چون نسبت به برار و همه فامیل مامیلا اینا قولی هم قول میزنم یکم. کوب برارت نشون بده ببینیم چقدر با شما چقدر فرق میکنه. سلام خوبی؟ سالم. چقدر واقعا خیلی مطلب جالبی گفتی. شما اینقدر توپل و مپل، داداشت اینقدر لاغر و حتی لاغر که نیست، ورزشکاری ماشاءالله عضلاتشون واقعا عضله حیرت. تو این مسابقات پرورش اندام و اینا مثل المپیا شرکت بکنی، برنامه بذار حتما. بله. شما که نمیتونی شرکت کنی، فکر نکنم رات بدن. ما بریم پرورش دنبه مثل المپیا. پرورش دنبه. اگه مسابقات پرورش دنبه بود شما میتونید تو شرکت کنی. خیلی خوب. بعد شما دوتا داداش هستین، آره؟ تو تپل محله هم زندگی میکنی. بعد شما هم چون همیشه فکرت مشغول و دهنت مشغوله، مشهور شدی به مشغول. البته اسمت قوله که تو مشهد هم زندگی میکنی. آقای مشغول مثل که شما از لاغریت معلومه که خیلی کم خوراکی، درسته؟ آره ما کم غذا میخوریم ولی این دیگه خیلی میخوره، همه غذاها ما رو خورده. حالا خیلی به او کاری نداشته باشه، همین که تو خودت جلو شکمت تونستی بگیری و اینقدر لاغر و قیافه ورزشکاری داری خیلی خوبه. یکم راجع به غذات میشه برای ما چی میخوری معمولا؟ غذا آبگوشت ننم رو میخورم، خیلی هم خوشمزه. آبگوشت خب. مشغول ننه مشغول. این خانم کیه؟ ننه مشغول کجا؟ سلام علیکم. آقای مشغول این خانم کیان؟ میشه معرفی کنی؟ ایشون ننه ما هستن. ننه سلام خانم. شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. مشغول یک نصیحت بکنن. ما آبگوشت درست میکنم، غذاهای خوشمزه، من میره فست فود میخوره، نمیاد غذاهای من بخوره. آقای مشغول نگاه کن، ننه خانم هم دستت ناراحته، داره میگه که معمولا غذاهای بیرونی زیاد میخوری و غذای خوشمزه خونه رو که این آقا خورده و اینقدر قیافه ورزشکاری و خوبی داره، الان هم داره تشکر میکنه، این غذا رو نمیخوری. خود دلیل این کار چیه؟ ما فست فود دوست دارم، پیتزا دوست دارم. هم حرف خودش رو تکرار میکنه. مشغوله دیگه، دائما فکرش مشغول پیتزا و مشغول غذا خوردنه. به هر حال ما خوشحالیم از این که به این جمع 3 نفر اضافه شدن، آقای مشغول و ننه خانم و این آقای ورزشکار خوشتیپ که اسمشون هست آقای مشغوردو. انشالله در آینده بیشتر با شخصیت‌های بیشتری از دوستان این مجموعه انشالله آشنا خواهیم شد. سال خوبی داشته باشید و کاری نداریم بچه‌ها. خداحافظ. روز خوبی داشته باشید. بای بای کنید با دوستان. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ. Dinesh Media Update Idea.